لهم یوم القیامة وزنا. بر کافر، بر مشرک، بر منافق، بر مرتد در روز قیامت یک ترازو گذاشته نمیشه. ترازوی میزان برای مسلمانان. مصابيح السلام هم نجوم تهتدي الأمات فيهم للسواد. لم تزل تلك الصحاري طاهرات بالدماء عندما سالت عطاء. وقتی که موحد بودی 2 رکعت نمازت به اندازه کوه هست. در یک جنازه مسلمان که رفتی اشتراک کردی به اندازه کوه احد الله برات تاج میده. ایمان که نداشتی اگر این در سر قبر لنین 500 مرتبه بری سجده کنی، ها در جمله کافر هستی. 20 دفعه حج بری، 37 مرتبه حج بری، بازم الله متعال میگه فلا نقیم لهم یوم القیامه. ای ترازو برشون نمیذاریم. ترازو میزان خب برای مؤمنین است. میکنه چی میگه؟ استاد ریش سفید شدی. ما گفتم بچه جان آمدن به ترتیب است، رفتن به ترتیب است. اینطور نیست که اول ریش سفید میره باز جوان میره. بسیار ریش سفید هاست که جنازای جوانها را خواندن. دیگه خوشحال نباش که تو جوان هستی. آمدن به ترتیب است. اول بابا کلان می، باز پدر می، باز پسر می، باز بچه می، باز نواسه و کواسه و اینمی قسمی. احیانا باز وقتی که میره سرچپه میره. بابا کلان زنده است، نواسگه کش وقت رفت زیر خواب. چرا؟ هر گپ یک درس است. خب ما کس مذاق نمیکنیم. در جریان مذاق هم کدام وقت شما خنده میکنین، ما گپ خنده‌آور نمیزنیم. یک درس میباشه لکن شما را خنده میگیره. اگر یگان قصه میکنیم دو قصه ما درس است. برای جوان که ما گفتم چی مانا؟ به این مانا که الله متعال درس شال برتان میگم. الله متعال آمدن به ترتیب کرده به خاطر که نسل‌ها و نسب‌ها ثابت باشه، اما رفتن به ترتیب کرده به خاطر که تو جوان به جوانیت فریب نخوری، هر لحظه آماده مرگ باشی. امریش سفید، ام جوان، ام کلگی به ترتیب است. به خاطر چی که هر لحظه آماده چی باشی؟ مرگ باشی. شیطان بازی ندید که برو باز که پیر شدی، باز ریش سفید شدی، باز تخته پشتت تو شارت غی شد، تو کپک شدی، باز وقت توبه بکن. نه، گفتم فردا توبه میکنم. گفت فردا توبه میکنم، اما فردا از خواب بر نخواست. یه گفت صبح بخیر از خواب بخیزم باز توبه میکنم. شب که خواب کرد، خواب خو مرگ است. کلگی خیستن گفتن الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا. ایره شورک دادن که بخی تو هم بخوان. ای که رفت ای دل تو را ندای مرگ هم شنیدنیست. صبح اجل ز مطلع عمرت دمیدنیست. بر تخت ناز و بالش ابریشمین مناس. بر تخت ناز و تخته که 2 نفری که خریدی، بر تخت ناز و بالش ابریشمین مناس. با ای کمپلک ترکی، ای سرتختگی یک سینگاپوری، با این مناس. بر تخت ناز و بالش ابریشمین مناس، زیرا که از این جهان تو به کلی بریدنیست. در روز قدمش ای دل مکن گناه که به تحقیق مردن است. اعمال نیک کن که قیامت رسیدنیست. من مات فقط قامت قیامته. الله متعال مرده ها را بیامرزه. بسیاری کس هست که مجرده که مردی قیامتت شروع شد. چون کل نفس ذائقة الموت حکم شد. ای بیچاره شعر خواندن هم یاد نداره. یگان تا شدید دیدی که شعر هم میخوانه باز میگه من شاعر هستم. گفتم لالایت ماهر است. فهمیدی؟ چون کل نفس ذائقة الموت حکم شد. میدان یقین، به یقین باور داشته باش، میدان یقین که شربت مرگت چشیدنیست. چون حضرت رسول الله در جهان نماند،
صلی الله علیه و سلم. چون حضرت رسول الله در جهان نماند، کس را چی اعتماد به نابود بودنی است؟ کس را چی اعتماد به نابود بودنی است؟ سعدی در این قفس که توان داشت مرغ را. این تخت سینه‌ات مثل چی است؟ یک قفس است. سعدی در این قفس که توان داشت مرغ را، روز قفس شکسته و مرغش پریدنی است. یک روز قفس میشکنه و مرغایش هم چی میکنه؟ این روح تو چی میکنه؟ پرواز میکنه.